احکام قضای حاجت. انسان چه مسلمان و یا غیر مسلمان طبق عادت نیاز دارد که روزانه چندین بار به توالت برود. ولی آنچه مسلمانان را از دیگران برازنده می سازد این است که به آداب دین حنیفشان و شریعت غرایشان که از فوق 7 آسمان در این مورد آن را تنظیم کرده پایبند می باشند. مسلمان هنگام قضای حاجت عورتش را از مردم می پوشاند، همانطوری که با ذکر نام الله متعال خود را از جن نیز مستور می دارد. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند گفتن بسم الله هنگام وارد شدن به بیت الخلا ستری است میان چشمان جن و عورتهای فرزندان آدم. همچنین مسلمان به اندازه تواناییش از رسیدن پلیدی به لباس و بدنش اجتناب می‌ورزد. اگر چیزی برسد آن را می‌شوید. به ویژه این که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ما را از آن برحذر داشته‌اند. چنان که از نزدیک 2 قبری عبور می‌کرد. فرمودند این 2 عذاب می‌شوند، نه برای گناه کبیره، اما این یکی خود را از ادرار پاک نمی. استنجا یعنی پاکی با آب و یا استجمار یعنی پاکی با سنگ و کلوخ از آداب رفتن به بیت الخلا یا توالت است. به دلیل حدیث انس بن مالک رضی الله عنه که فرمود رسول الله صلی الله علیه وسلم که به بیت الخلا می رفت، من و بچه‌ای همسالم مشکی آب و چیزی مانند نیزه کوچک را بر می داشتیم، پس با آب استنجا می کردند. و به منظور پایبندی به آن آداب هر مسلمان از رو به سوی قبله و یا پشت به قبله کردن اجتناب می کند و آن زمانی است که برای قضای حاجت در بیابان است. و اما در داخل ساختمان ها نیز ترک آن بهتر است، به دلیل فرموده آن حضرت صلی الله علیه وسلم اگر به مکانی جهت قضای حاجت رفتید در هنگام ادرار و مدفوع رو به قبله و پشت به قبله منشینید. همچنین هر مسلمان از قضای حاجت در راه مردم و در سایه نشیمنشان و جاهایی که گرد همایی می کنند اجتناب می کند، به دلیل فرموده نبی اکرم صلی الله علیه وسلم از 2 چیز که باعث لعنت می شود اجتناب کنید. صحابه پرسیدند 2 لعنتگر کدام ها هستند ای رسول الله؟ فرمودند کسی که در راه مردم و یا در سایه محل نشستن آنان قضای حاجت کند. با مصحف به حمام رفتن نیز حرام است، زیرا که در آن توهین به کتاب الله متعال می باشد. ادرار کردن در آب راکدی که جریان ندارد مانند آب استخر شنا جایز نیست، به دلیل فرموده آن حضرت صلی الله علیه وسلم یکی از شما در آب راکد ادرار نکند که سپس در آن غسل می کند. میان آداب و محرمات مرتبه های مستحب و مکروه می باشند که هنگام قضای حاجت در بیابان مستحب است تا از مردم دور شود. چنان که مستحب است که هنگام وارد شدن به حمام پای چپ خود را جلو بگذارد و بگوید به نام الله بار الها از خبث و خبائث به تو پناه می برم، و هنگام بیرون شدن پای راست را جلو کند و بگوید غفرانک. حرف زدن در حال قضای حاجت مکروه است مگر هنگام ضرورت، به دلیل حدیث ابن عمر رضی الله عنهما که مردی از نزدیکی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم که در حال ادرار کردن بودند گذشت و سلام داد. آن حضرت جواب سلامش را ندادند. همچنین همراه بردن چیزی که در آن ذکر الله تعالی باشد در هنگام قضای حاجت مکروه است مگر اینکه بیم به سرقت رفتنش برود. با دست راست آلت تناسلی خود را لمس کردن و یا با آن استنجا و یا با آن نجاست بدن را پاک کردن نیز مکروه می باشد، به دلیل فرموده آن حضرت صلی الله علیه وسلم یکی از شما در حالت ادرار کردن آلت تناسلیش را به دست راست نگیرد و نیز در دستشویی با دست راست نجاستش را پاک نکند. در آخر اینکه در شکافها و غارها ادرار کردن نیز مکروه است تا مبادا حشرات موجود در آنجا به وی آسیب و یا وی نیز به حشرات آسیب برساند. استنجا پاکی با آب و یا استجمار پاکی با سنگ.
رکن اساسی در قضای حاجت همان استنجا می باشد که منظور از بین بردن آثار آنچه که از پیش و پس انسان خارج شده به وسیله آب پاک است و یا پاک کردن آثار آنچه که از پیش و پس انسان خارج شده به وسیله سنگ است که استجمار نامیده می شود. این هر دو برای ازاله کردن پلیدی و رسیدن به نظافت و پاکیزگی که عوامل بیماری را دور می کند برای انسان ضروری می باشد. انس بن مالک رضی الله عنه فرمود هنگامی که رسول الله صلی الله علیه وسلم به سوی بیت الخلا می رفتند، من و بچه همسن سالم مشکی آب و چیزی مانند نیزه کوچک را بر می داشتیم، پس با آب استنجا می کردند. تنها به استجمار می شود که اکتفا کرد، ولی با دو شرط: یک، ادرار و مدفوع از موضع خروج معتادش تجاوز نکند. دو، استجمار باید 3 بار و یا بیشتر از آن بوده تا پاک شدن پیش و پس انسان از آثار نجاست باشد. با هر چیزی استجمار ممکن نیست. وسیله استجمار باید پاک و مباح باشد و توان پاک کردن موضع نجاست را داشته باشد، مانند سنگ، دستمال و کاغذ پاک و پارچه. باید که وسیله استجمار استخوان و سرگین نباشد. سلمان فارسی رضی الله عنه می فرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم از نشستن رو به قبله در هنگام ادرار نمودن و مدفوع کردن ممانعت کردند و همچنین از استنجا به دست راست و یا پاک کردن با کمتر از 3 سنگ و یا سرگین و یا استخوان ممانعت کردند. و پیش از این که احکام قضای حاجت را پایان دهیم، بهتر است به این مطلب اشاره کرد که خروج باد از انسان مستلزم استنجا نیست و نیز استنجا از استجمار بهتر است، زیرا که پاکتر و نظیفتر است.